سلام، آرام هستم. با یه آیتم بافت دیگه در خدمت شما هستم. کاری که میخوام براتون انجام بدم روی دو اصلی باید انجام بشه. من موهامو به دو قسمت مساوی تقسیم میکنم. برای تمیزی کارمون یا از کرم مو یا اینکه از ژل استفاده میکنیم. دو قسمت مساوی مومو تقسیم کردم. از سمت راست یه لایه برمیدارم، میاد روی کارم، میره سمت لایه چپ، میاد روی لایه سمت چپ، میره زیر لایه سمت راست، میاد روی لایه سمت راست، میره زیر لایه سمت چپم. این قسمت اضافه مومون کوتاه، یه مقدار مو از سمت چپ به اون لایه اضافه میکنیم. همینجور تا قسمت پایین به همین صورت کار رو ادامه میدیم. هر جام که احساس کردیم مو نازک شد یا کوتاه شده، یه مقدار مو از سمت چپ برمیداریم، دوباره به همین صورت اضافه میکنیم و دور کارمون میپیچیم. تو هر لایه هم که احساس میکنم که حجمش کمه، دوباره مو رو اضافه میکنم. فرقی نمیکنه که لایه‌مون رو از سمت راست برداریم یا چپ. یه مقدار کارمون رو باز میکنیم. کارمون رو با کش میبندیم. همونطور که میدونید روی کله ماهیکم مو حجمش خیلی زیاده و کار زیاد شکیل در نمیاد. روی موی طبیعی کار هم قشنگتر و زیباتره. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. تا آیتم بعدی، خدا نگهدار.